سلام و درود به شما رفقای عزیزی که وارد این ویدیو شدید و برای آموزش این اومدید که چجوری ماشین ضد گلوله رو بگیریم و رمزش هم بزنیم. بریم سراغ ویدیو. رفقا خیلی ها فکر میکنن این ماشین مود تو جی تی آی، ولی نه، اینو میتونید بگیرید با یه مرحله رندومی که جلوتون میفته. اول از همه اینجا این مپی که بهتون نشون میدم و میرید اونجا و میبینید که یه دایره آبی میاد تو مپتون، مینی مپتون. و وقتی که این دایره میاد یه ذره که میرید جلوتر میبینید ماشین ضد گلوله است. بله، شما اون ماشین رو برمیدارید و گاز میدید و فرار میکنید، چون بعد از اینکه این ماشین رو بردارید 2 کامیون میافتن دنبالتون و آدمایی که صاحب اون ماشین بودن. دوستان شما وقتی که این ماشین رو بردارید و اگه بخواید همیشه داشته باشید این ماشین رو که بذارید توی گاراژتون، ولی نه، اگه بخواید هر وقت خواستید داشته باشید برمیدارید گوشیتون رو در میارید و رمزش رو میزنید. رمزش رو قبل از اینکه این مرحله رندوم رو برید نمیتونید بزنید، چون بزنید کار نمیکنه، چون ماشین هنوز براتون قفله. و اگه بخواید رمز براتون کار بکنه شما باید این ماشین رو بگیرید و مرحله‌شو برید.